گلهای تازه، برنامه شماره 140 با همکاری هنرمندان سیمین قانم، سیاوش، علی تشویدی و فرهنگ شریف. غزل از حافظ، شعر ترانه از سلمان ساوجی، آهنگ از علی تشویدی، گوینده رضا معینی، صدا برداران محمد جهانفر و حسن عسکری.
گفته که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد بط شراب کجا، فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کس دگرم نیست برگ گفت و شنید. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. صفیر مرغ برآمد، صفیر مرغ برآمد، بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز، ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید. یا
بنفشدنی که گرد عارض بستان خط بنفشدنی چنان کرشمه ساقی دلم ز دست برد که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید یا
بهار می‌گذرد، بهار می‌گذرد، دادگسترا دریاب که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید. بهار می گذرد، دادگسترا دریاب، که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید.
برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 140 بود که با همکاری ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران به رهبری علی تجویدی در چهارگاه اجرا شد.